سلام بچه‌ها، میخوایم بریم خار زمین رو ببخشید. میخوایم بریم زمین رو نابود کنیم. با این برنامه که الان رو صفحه دیدید میریم توی برنامه. به چقدر پیچیده است این برنامه. اول میخوایم با این نمیدونم با کدوم تست کنم ببینم کدوم زودتر میکشه زمین و خارشو ببخشید زمین نابود میکنه. ببینیم این چطوره. او تو دریا زدم هیچ چیو نکشت. 8 میلیارد اینجا قشنگ چه برنامه بانفوسیه. تو دریا زدم و هیچ کیو نکشت. 8 میلیاردمون 8 میلیارد نفره. اوه زدم خار زمین بر پایانان دندون زمین گاییدندین. اوه به چه برنامه قشنگی آجی. چرا شبه اینجا؟ ولی شاید باردون نشه اینجا هم شبه. اینجا ساعت الان 8 و 10 دقیقه است ویدیو رو دارم میگیرم. و شما هم که الان داری لایک میکنی بنویس تو کامنت تا ساعت چنده. بچه ها میخوام با یه با این چیز کردیم ببینیم با این چطوره. با این تا به زمین برسه ما پیر میشویم. این چه موشکیه؟ به اولین موشک ببینیم زمین رو تو چند دقیقه میتونیم خاکسار کنیم. این اولین برنامه‌ای که من داشتم دارم باشید میکنم. دیدم خیلی معروفه گفتم برم یه تست با این برنامه بزنم. برو پایین دیگه خار کسته کیرم تو کسته خاره. با من مادر دگایدم. برو دیگه بذار چند تا از این حفاظا انداختم. برو جلوشو بگیر نذار زمین نابود بشه. بچه‌ها من آدم خوبی هستم نمیذارم زمین نابود بشه. همینجوری که هممون میدونیم نذاشتم زمین نابود بشه و اینجوری که میبینید زمین نابود نشد. خیلی زمین نابود نشد بچه‌ها. یک گوی از زمین موند. بچه اونا که میگن زمین صافه رو تو کامنت ها بگن که کی میگه. چند نفر تو میگید زمین صافه چند نفر میگن. به نظر من که زمین صافه. خب بریم با یه موشک دیگه ای بریم تست کنیم. این چیه؟ تق هیچ پخی نبود بچه ها. این هیچ پخی نبود. بریم با یه موشک دیگه تست کنیم. این بدترین موشک تو زندگی میدم. ببینیم میتونه. ببینیم چه قدرت گرفت. همچنین که میبینید نتونست از خار مادر زمین رو در یک جمع بگاه بدهد ولی سعیش کرد. قابل قبول بود. این حفاظا خیلی از اینا یه دونه برای زمین باید بسازم. بچه همجایی که میبینید چیزی برای این چیز نمیتونه ببینه. میتونه بکنه خارشو. این که دور میزنه بچه ها. این که میبینید دور میزنه و خار زمین رو میگاد. این خیلی بده بچه ها. این خار زمین رو برپایان اینا ببینم اینا خیلی بده. من که به نظر من اینا بچونه خارشو میتونه. نظرتون؟ نه نیام نتونست چیز کنه و ما 4 میلیارد و 300 داریم. 8 میلیارد دارم میتونه. این چند 100,000 نفر میتونه چیز نداشته باشه. ایران، آمریکا، پاکستان، هندوستان. نه آمریکا داره. افغانستان. همونجوری که میبینید تلاش رو میکنم زمین رو نابود کنم و بالاخره میخواد زمین این کریسمس پاییزی ها میخوایم اینا بندازیم که انداختم. بهتون نگفتم ببخشید این بار میگم. از اینا انداختم رفت تو زمین و یخ پرت کردم. ببینم با یخ چجوری میشه. نه چیزای جدیدیه فکر کنم توش چون من پول دادم تا این زمین رو تونستم بگیرم و این همه آپشناش داشته باشم. فدا سرتون باید خرج کنید دیگه. زندگی خرج داره. وقتی شما اینو لایک میکنید کانالم 1000 تا میشه بعد اونجوری خرج شما میتونم یه جور بدم. اشکال نداره. بدم منظورم یه جور دیگه بود. مثلا بخشید با یخ زدم حفاظ زمین. این خارکستا چیست رو صفحه میاد. برو بایدم. خب ببینم اینا اومد.
خارت گاییدم. برو دیگه بزن دیگه خارشو بگا. چه دودی هم میکنه. خب ببینم با چی دیگه میتونم خارشو بگم. این هدیه هم خیلی چیزا جالبی هن. برد ولی اینا خیلی بهش کمک کردن ها. خارش گاییدم 3 میلیارد دیگه فکر کنم داریم. آره هدیه کریسمس زمستون اینا جدید اومده فکر کنم. بچه ها ببینیم دیگه چه گوی میتونیم بخوریم. اینجا دریاست فکر کنم زیاد آسیب بهش نرسونه خاک سرا. اون که اومده ویدیو ببینه عشق دمت گرم. منو که لایک کردی دیگه 2 برابرش که ساب میکنی دیگه. منو دیگه گایدی قشنگ. دمت گرم. بچه زمین رو گاییدم 1 2 3 اول زمین گاییده شد توسط آقا جون. چلن آقا جون رو سابسکرایب کنیم. بخش زمانم گیر که داد. بس خوشحالم تونستم خواهرینو بگم. بچه ها ببینید چه چیزی شد. اوی گایدمش. اینجا با آدم میگه که چند تا چی شد، چرا، کجا و چرا. من این دوباره رو زدم. خدا حافظ. گود بای.